سلام. در سال 93 از بانک انصار شعبه بندرعباس مبلغ 1 میلیارد تومان وام گرفتم و به ازای اون یک ساختمان 17 واحده در رهن بانک گذاشتم. بعد از 2 سال، سال 95 به بانک مراجعه کردیم که بیا شما به ازای تمام واحدهایی که در رهن خودت گرفتی قیمت کارشناسی بکن و مابقی سندها رو آزاد کن، یعنی به اصل و سود خودت حساب کن، با قیمت کارشناسی مشخص بشه، اصل پولت و سودت باید به ازای واحدها بردار و مابقی رو آزاد کن تا ما بتونیم واحدها رو به صورت جز بفروشیم، بیاریم پول بانکو بدیم. گفتن که بعد کسب تکلیف بکنیم از تهران. یه نامه به تهران زدن، تهران هم به بانک بندرعباس مجوز انجام این کار داد. کارشناس مورد وثوق بانک رو به ما معرفی کردن، رفتیم سر ساختمون و به ازای متری 3,200,000 تومان، متری 3,200,000 تومان، مجموعاً 5,200,000,000 تومان کارشناسی کرد کارشناس بانک. بعد از انجام این کار رفتیم بانک درخواست دادیم که کارشناسی مشخص شد، چرا به ازا سندا رو بر نمی‌دارید و مابقی رو آزاد کنید. هی گفتن صبر کنید، این هفته آینده خوردیم به اول امسال. سرپرست منطقه فوت کرد و نفر جایگزین آوردن جاش. رفتیم با نفر جایگزین سرپرست جدید صحبت کردیم، گفتیم ما پارسال همچین کاری کردیم، چرا سود ما رو متوقف نمی‌کنید؟ گفتن که ساختمون ما رو شما نیستش که اصلا بخوایم سودش رو متوقف کنیم، ساختمون ما رو بانکه. گفتیم چرا؟ گفتن سال 95 28 فروردین 95 بانک ساختمون رو 12 واحدش تملک کرده. گفتیم با کدوم قیمت کارشناسی؟ گفتن کارشناسی نمیخواد، ما وکالتنامه از شما داشتیم و دوست داشتیم این کار انجام بدیم. 28/1/95 ساختمون رو واحد به نام خودشون زدن و تا الان که امروز باشه دارن برای من سود محاسبه میکنن. میگم شما ساختمون تملک کردید، چطور میشه هم تملک بکنید ساختمون هم سود حساب بکنید؟ گفتن ها اصلا ساختمون مال ماست، شما یه وکالت دارید و ما ضمناً زمانی که انتقال این ساختمون تو رهن رفت وکالت به نام یه شرکتی گرفتن به نام شرکت اطلس کیش که این شرکت اصلا از شرکت‌های زیر مجموعه و اقماری بانک انصار میباشن و اینا اعلام میکنن که اصلا ما با شما با حساب کتابی نداریم، ما با شرکت اطلس کیش حساب کتاب داشتیم، به ازای حساب کتابمون ساختمون رو برداشتیم با 1 میلیارد تومان وام 5,200,000,000 تومان ساختمونی که کارشناسی خود مورد وثوق بانک که کارشناس رسمی دادگستری خیلی بیش از اینا من کارشناسیشو دارم، چون ساختمون می‌خواستم